بانک‌های تاجیکستان اعتراف می‌کنند که تحریمات ضد روسیه به کار آنها و مشتریان آنها نیز تاثیر جدی گذاشته است. یک مشکل جدی ادامه افت به شدت قرب روسیه است که باعث افزایش به شدت ارسال پول از روسیه به تاجیکستان شده است. مهاجران امیدوارند که قرب روبل باز رو به بالا خواهد آورد و به این دلیل از فرستادن پول با قرب پست امروزه خودداری میکنند، ولی قرب روبل از 24 فوریه به این طرف بیست پایان رفته ایستاده است و روز هفتم مارس بانک اسقاط از روبل روسی را با قرب همگی 84 سومونی عوض میکرد که در سالهای آخر بی سابقه است. در بیرژ قرب از روبل به 82 سومونی رسیده است، ولی بانک ملی تاجیکستان برای روز 9 مارس قرب رسمی از روبل را 91 سومونی مقرر کرده است. هرچند با این قرب دیگر یگان بانک روبل عوض نمی کند. مشکل دیگر از انجام عملیات ها در روسیه دست کشیدن شبکه‌های ویزا و ماسترکارت است. اکثر مهاجران تاجیک در روسیه و همین طور اکثر مشتریان بانک‌های تاجیکستان کارت‌های ویزا یا ماسترکارت داشتند یا دیگر کارت‌هایی که با این شبکه‌ها پیوستند. طبیعی است که به زودی امکان استفاده این کارت‌ها برای آنها خیلی محدودتر خواهد شد. کارت‌های ویزا و ماسترکارت از بانک‌های روسیه تنها در حدود روسیه به کار می‌آیند، ولی کارت‌های ویزا و ماسترکارت از بانک‌های تاجیکستان بعد 2 مارس در روسیه کار نمی‌کنند. اوریون بانک یکی از بانک‌های بزرگترین تاجیکستان روز 7 مارس میزاجانش را خبردار کرد که از صحنه 2 مارس سال جاری فعالیت نظام پرداختی ویزا اینترنشنال در روسیه موقتا قطع می‌گردد و به این دلیل کارت‌های اوریون بانک و دیگر بانک‌های خارجی در حدود روسیه عمل نمی‌کنند. اوریون بانک گفت در دیگر کشورها از جمله در حدود تاجیکستان چنین مشکلات وجود ندارد. بانک الف نیز هنوز شام 6 مارس به میزاجانش خبر داد که از 2 مارس با سبب موقتا قطع شدن فعالیت ویزا در روسیه کارت‌های ویزای الف و دیگر بانک‌های خارجی در این کشور موقتا کار نمی‌کنند. اگر شما عین حال در روسیه قرار داشته نقش در آنجا ماندن را دارید، مصلحت می‌دهیم که مبلغ لازمه را از کارت نقد کرده گیرید. اینچنین توصیه می‌دهیم که خدمت رسانی‌ها و دیگر پرداخت‌های آنلاین مغازه‌های روسیه را تا 9 مارس انجام دهید. مشورت داده است الف و میزاجانش. این بانک افزود در تاجیکستان و دیگر کشورها باشد با کارت‌های ویزا مثل پیشینه می توانید پرداخت کنید و پول نقد گیرید. چون هر وقت با الف موبی شما می توانید به همه کارت‌های روسیه همچنین ویزا و ماسترکارت و میر دلخواه وقت پول روان کنید و از آنجا قبول نمایید، گفته می شود در اطلاعیه این بانک.